درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش و دلباختگان ورزش رقم اول. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را پس از تنفس‌های بیش از یک ماه من امامبک شودبکزاد دیگر باره منظورتان می‌گردانم. سرآغاز برنامه امروز باید علاوه نمود که روزانه تابستانه ترانسفری را واقعا هم گزارش‌های هنگامه‌آور و تعجب‌آور مسی و رونالدو زیبنده و رنگارنگ نمود. از این رو چطور معلوم است در بیشتر حالتها پس از خریداری‌های نوین پرسر و صدا بازیگران قبلی دلخواه تیم با سبب‌های زیر خطر ماندن تقدیر بود و باششان خوشبختی را در سنگری دیگر می‌جویند. ولی در مورد ادینسون کاوانی باشد چنین گفتن خطا است. حمله‌آور مقامدار اورگوایی ناوابسته به بازگشت کری را به اولد ترافورد از برای جایگیری در هیئت اساسی مبارزه به امان خواهد برد. قراری از منچستر یونایتد نرفتنی کاوانی محض با همین مقصد می باشد، هرچند که به قول ESPN حالتی برعکس را شاهد شدن مشکل نیست. خود ادینسون کاوانی باشد در مسیر فعالیت ورزشی خویش با همراهی لوئیس سوارز، کیلیان امباپه، نیمار، زلاتان ابراهیموویچ و دیگر حمله‌آوران شهرتیار بازی نموده است. اگر که با همراهی چنین نفران وارد میدان میشد، پس چرا با همراهی رونالدو بازی کردن نتواند؟ گفته است سرچشمه در مورد تحلیل فعالیت میمده ورزشی کاوانی. نباید فراموش ساخت که با آمدن رونالدو بازیگر اوروگوایی پیراهن رقم 7 را دوباره به کریستیانو تقدیم نموده مهلت شرطنامه بازیگر اوروگوایی با MU در تابستان سال 2022 پایان می‌یابد. دسته سرجایزه‌دار انگلیسی اگر در هیئت اساسی خود ستاره ها را از روی برزیاد بودنشان نمی‌داند چطور جای دهد، ابر دسته عین حال ضعیف پرمیر اسپانی باشد کل پرقوت کنی ها را به بازارهای دیگر میماند. روشن‌تر کرده گوییم برسلونا میخواهد در تابستان سال 22 حمله‌آور بروسیا دورتموند ارلینگ هالند، نیمه حمایتگر منچستر یونایتد پول پاگبا و نیمه حمایتگر RB لیپزیگ دانی اولمو را شامل دسته نماید. باشگاه کاتالانی هنوز در روزهای اخیر پوشیده شوی روزنه زمستانه ترانسفری میخواست نیمه حمایتگر اسپانی 23 ساله اولمو را به دست آورد، ولی در بارسا بر آنند که عملی کنی این گزارش آسان نخواهد بود، چرا که لیپزیگ با مقصد نائل شوی به نتیجه چشمرس در اورجاما بازیگر خویش را جواب نخواهد داد. در مورد هالند باشد همین را میتوان گفت که برسلونا یکی از بیشترین تیم‌های اروپایی خواهد بود که در تابستان آینده از برای حمله‌آور پرآمار نروژی وارد میدان نبرد می شود. نوابسته به آنکه با وجود مشکل مالیوی بارسا نسبت رقیبان دیگر بازاریش کم بهاتر است، ولی مهم آن است که از تابستان سال 2022 خریداری هالند از بروسیا آسان‌تر خواهد بود. علاوه بر این نیلوناری ها میخواهند پول پاگبا را شامل تیم نمایند، چرا که مهلت شرطنامه بازیگر منتخب فرانسه با منچستر یونایتد هم به مثال کاوانی در تابستان سال 22 مهلت انجام دارد. اما اگنت پاگبا مینا رایولا در این مورد چنین اندیشه دارد: احتمالیت وجود دارد که پاگبا به یووه برمیگردد، ولی ما در این مورد با MU صحبت خواهیم کرد. اگنت معروف با علاوه چنین سخن‌ها ابراز نموده است که احتمالاً تورین در دل پاگبا باقی مانده است و برایش چنین حالت‌ها جدی اند. از بازگشت او به یوونتوس را هم نباید استثنا نمود، چرا که اینجا کلی چیز از خود دسته تورینی وابستگی دارد، گفته است رایولا وقتی مصاحبه با رای اسپورت. یادداشت می‌کنیم که پاگبا در صف یوونتوس در سالهای 2012-2016 برآمد کرده بود. نشان دیگری ترانسفری بارسا که واقعا هم میتواند در زمستان میآمد به هدف رسد، این وارد کامپ نو نمودن رحیم استرلینگ از من سیتی می باشد. تابستان سپری شده کاتالونیا الکی در مورد به اجاره گرفتن این بازیگر 26 ساله منتخب انگلیا دست به کار شده بودند و دیگر باره میخواهند که استرلینگ را در زمستان شامل دسته نمایند. اطلاع میدهد سپورتی اس. طبق معلومات سرچشمه خود استرلینگ در گذشته به بارسلونا اشتیاقمند است و در کامپ نو وقتی بیشتری بازیکنی را به دست میآورد. در سیتی باشد در 4 بازی اخیر این نیم حمایتگر از کرسی احتیاطی به میدان آمده. شرطنامه کاری استرلینگ باشد ماه ایون سال 2023 مهلت انجام دارد.
در انگلیا باشد ارسنال پس از خریداری چند از بازیگران میتواند که در بازارهای نزدیک لیاکازت را جواب دهد، چرا که دسته کراین که به حمله‌ور فرانسوی پیشنهاد تمدید شرطنامه نکرده و لیاکازت میتواند تابستان سال 2022 از ارسنال بیرون شود. شتوری ESPN با تکیه بر سرچشمه‌های خودی خبر می‌دهد باشگاه لندنی در مورد تمدید کنی شرطنامه این بازیگر 30 ساله محکمرانی نکرده است، هرچند که مهلت شرطنامه کاری لیاکازت با جانب توپچیان تابستان سال 2022 پایان می‌یابد. در موسم جاری باشد الکساندر لیاکازت 2 مورد از کرسی‌های احتیاطی وارد میدان شده. در بازی جام لیگ انگلیسی بر ضد وست برام گل هم زده بود. اصلا باشد لیاکازت از سال 2017 این جانب در صف ارسنال برآمد نموده صاحب آمار 66 گل در 172 بازی می باشد. شاهی ترانسفرهای فوتبالی پس از دیگرگونی‌های چشمرسی کادری در تابستان سپری شده میتواند به مراتب دیگر سرمربیش را عوض کند و به قول ال چرینگیتو تیوی اگر پوچتینو از کار رود PSG میتواند که زینedین زیدان را به کار قبول نماید. نفری که بهر دسترسی به منتخب فوتبال فرانسه یگان درخواست باشگاهی را تا حال نپذیرفته است. برای دسته پاریژی باشد نامزدی زیدان چون نقشه احتیاطی به نظر گرفته شده در صورت از کار راندن موریسیو پوچتینو ما مربی نوی مباپه، نیمار و مسی را در سیمای زیدان خواهیم دید. دادرس میکنیم که پوچتینو سری راهبری PSG از ماه ینوری سال 21 بوده. زیدان باشد پس از دوباره ترک رئال نمودنش از ماه می سال 21 تا حال بیکار است. نقطه دیگر مهم این موضوع آن است که خود زیدان در شهر مارسل تولد شده. بازی دربی میان تیم‌های المپیک مارسل و PSG در فرانسه تحت نام ل کلاسیکو از مهمترین است و اشتراک زیدان در چنین دربی به مثال سرمربی PSG خصوصا در ورزشگاه ولادرام برخورد بیشتر از فوتبال را به میان خواهد آورد. از قدرتمندی خواسته تیم‌های انگلیسی در بازار اگر حرف زنیم باید گفت که چلسی در تابستان سپری شده بر ضمن 115 میلیون یورو از برای بازگردانیدن لوکاکو صرف شده، همچنین 100 میلیون دیگر از برای بازیگر PSG مصرف کردنی بود. ولی چطوری معلوم شد PSG و خود بازیگر از چنین سمتی گزارش دست کشیدند. چگونه RMC سپورت با تکیه بر سرچشمه‌های خودی اطلاع می‌دهد اشراف سودها آماده پیشنهاد 100 میلیون یورو از برای کاپیتان PSG شده بودند، اما چطوری معلوم شد از برای ناراضگی جانبا اکنون ما جفت برزیلی مارکینیوس و تییاگو سیلوا را در مرکز دفاع کبودها دیده نمیتوانیم. مارکینیوس باشد در صف PSG دارای شرایط‌های شاهانه بوده. دسته پاریژی نیز این بازیگر برزیلی 27 ساله را قسمتی مهمی دسته خویش می‌داند. از جانب دیگر دعوت احتمالی مارکینیوس به لندن این از همکاری سابق توماس توخل با بازیگر برزیلی در شهر پاریس را میماند، ولی چیزی که عیان است حجت به بیان نیست. غوطیدن‌های بارسای بزرگ در باطلاق‌های ناکامی تا حال ادامه یافتن می‌گیرد و این بحران بزرگ دستوی پس از رفتن مسی دوباره شدت گرفت. دسته راهبری شونده از جانب رونالد کومن در دور نخستی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها از باواریا دهشت افکن 3 گل سرد و به جواب خورد و در چمپیونات داخلی باشد پس از دایر نمودن 4 دور با 8 گل در زینه هشتم است. از نتیجه غیر قناعت بخش بالای بحران شمالیوی سرزده نمک‌ها بالای سوخته را میماند و ژوان لاپورت همکنون در جستجوی مربی نو است. نوبسته از نتیجه مساوی با گرانادا رونالد کومن تا بازی دور ششم چمپیونات با کادیس در موقعش استوار میماند، اما سپس به گفته رسانه‌ها مربی نوی بارسا معلوم خواهد شد. نامزدهای اساسی به صفت سرمربی بارسا باشد بعدی به استعفا روان نمودن رونالد کومن سرمربی باشگاه قطری الساد خاوی و سرمربی منتخب بلژیک روبرتو مارتینز می باشند. هر دو این مربیان با یوردی کرویف مشاور پرزیدنت بارسلونا ژوان لاپورتا مناسبت‌های خوبی دارند. به تقدیری خواسته بازیگر منتخب کلمبیا خامس رودریگز در آن است که همان پس از رفتن کارلو آنچلوتی از اورتون به این نفر دیگر در صف اساسی ایریس او جای نشد و خامس شهرتمند دوباره در جستجوی تیمی نو است. و قول رسانه‌ها خامس عین زمان با یکی از تیم‌های قطری در حال گفت و شنیدها برای گزارش قرار دارد، چرا که در صف اورتون شروع از موسم جاری یگان بازی نگذرانیده است.
مشکل اصلی بیعت اساسی را نیافتنی خامس البته که زیر نقش‌های رافا بینیتس درست نگرفتنی خامس است و با احتمالیت زیاد میتوان گفت که نیم حمایتگر هجومکار کلمبیایی در فرصت‌های نزدیک باشگاه نوی را پیدا خواهد ساخت. کلی رسانه‌های روسی باشد از آن صدا بلند می‌کنند که بازیگر ارمنی‌تبار منتخب روسیه ارسن زاخاریان زیر چشم بارسای بحرانی افتیده است. آغازشوی با براری مسند ورزشی زاخاریان در دسته جوانان روسیه و راه یافتنش به دسته اساسی فوتبالی این کشور البته به آن رساند که زاخاریان از زیر نظر بارسا هم دور نمانده است. نمایندگان بارسا علاقه چندین بار به مسکو آمدند تا که از مهارت زاخاریان هنگام برآمد در صف دینامو واقف شوند و بنا به گفته رسانه‌ها پس از پذیرفتن سطحی بازیکنی نماینده دیناموی مسکو آماده آغاز گفت و شنیدها میباشند. با احتمالیت زیاد میتوان گفت که گزارش زاخاریان با آغاز گفت و شنیدها در تیرمو ممکن شروع شده، ممکن که در تابستان سال 22 عملی کرده شود، ولی تا حال در این باره هیچ کارهای رسمی پیش نیامده‌اند. همچنین باید علاوه نمود که آمدن اسکاوت‌ها به بازی‌های مختلف و راضی بودن آنها از مهارت دلخواه بازیگران معنای آن را ندارد که گزارش عملی می شود. مثلا در استادی بایر 15 اسکاوت دائمی و 50 اسکاوت دیگر دوره به دوره عمل می کنند که هر یک آنها از مهارت 10 نفر فوتبال بازان پیگیری می کنند. با همین بایر قدرت دارد که دوره به دوره از مهارت 600 فوتبال بازی جوان پیگیر شود، ولی در عاقبت هیچ نفری را نمیخرد. نقطه دیگری تحلیل آن است که ابردست‌ها هیچ وقت فوتبال بازان زیر سن 20 ساله چند ماهی در سطح عالی بازی نموده را خریداری نمی کنند، مخصوصا وقتی که آنها از اروپای شرقی باشند. و گفته الکساندر زینچنکو در استادی گواردیولا در خصوص خصلت‌های ضعیف فوتبال بازان اوکراینی و روسی قالب‌ها وجود داشتند. خلاص که در خصوص ارسن زاخاریان در عالم فوتبال نه 1 سال و 2 سال می‌دانند، ولی این معنای آن را ندارد که ارسن زاخاریان در فرصت‌های نزدیک پیراهن بارسا را به بر می‌کند. و قولی دیگر پیش از پادت چنگ کردن نابل ارستمیان این یکی از اسلوب‌های خاصه رسانه‌های ورزشی روسی است، چرا که در موردهای دیگر فوتبال روسی را شهرتیار کردن امکان پذیر است. انجامدهی گزارش‌های به‌پول پس از دعوت یک قطار ستارگان درخشان از جانب PSG در عالم فوتبال به درجه مد شده است که در تابستان آینده هم این کار رنگی دیگر می‌گیرد. با قول دیگر گریم ریال و PSG در تابستان می‌توانند غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها و یکی از بهترین دفاعگران فوتبالی را از چلسی به پول به دست آورند و این نفر آنتونیو رودیگر میباشد. احتمالیت زیادی در تابستان آینده به پول از چلسی رفتن رودیگر، البته که تا حال به توافق نرسیدن راهبریت کبودا با دفاعگر آلمانی در خصوص شرطنامه نو است، پس از حالتی که سرخیو راموس و جانلویجی دوناروما ناچار دسته های محبوبشان را یک طرف گذاشتند. تابستان سال 22 بازیگر آلمانی هم انجام مهلت شرطنامه دارد که اطراف چنین حالت ریال و PSG با دقت توجه دارند و تیم‌های احتمالی حتی میتوانند با رودیگر 28 ساله در زمستان شرطنامه پیشکی امضا نمایند. خود رودیگر باشد آماده آن است که در چلسی بماند، اما در صورت آنی که باشگاه طلبات‌هایش را اجرا نماید و چطوری معلوم شد آلمانی خواستار زیادکنی معاش سالانه از 7.2 میلیون تا به 11.2 میلیون یورو می باشد. باواریا گلزن به همه دروازه‌ها باشد در صورت از دست رفتن کامان می تواند ورنر را بیارد، نفری که پس از آمدن لوکاکو وضع تیره و تار در صف چلسی دارد. رفتن بازیگر فرانسوی کینگسلی کامان هم باز با سبب‌های دردسر پیشین و یا خود جنجال‌ها سر شرطنامه نوین است. از روی معلومات‌های بیل سرمربی فعلی میونخنیا یولیان ناگلسمن مناسبت‌های خوب با ورنر داشته، خود تیم هم با متخصصی 34 ساله در اربل لایپزیگ برآمد می‌نمود. در ماه ایون باشد خبر داده می‌شد که کینگسلی کامان با باواریا در خصوص امضاکنی شرطنامه نو با توافق نرسیده است و شرطنامه فعلی این بازیگر تا تابستان سال 23 مهلت انجام دارد. از بازی میدانی ارسنال لندن هرچند که کیها باز رنگ و نور نمانده است و راهبران این تیم را به این پروا هم نیست، لیکن بر ضمن این لحظه های خوشنودی را تا حال برای مخلصان صادق توپچیان عطا کردن امکان پذیر است، پس از آنی که بازگشت تاریخی دیگری پس از ارتتا به این تیم اتفاق میافتد. مصاحبه قلب شکنی جک ویلشر با دیوید ارشتین بسیاری ها را به وجد آورد و میکل ارتتا هم اینجا استثنا نشد.
که چنین طور سخنش را گفت: او نفر است که من اتاق لباس بازکنی را قسمت کردم، نفر است که هر یکی ما محبوبش میشماریم و درهای ما برایش همه وقت گشاده است. ویلچر هم پس از فهمیدن چنین سخنهای صمیمی در مورد خود قرار کرده است که در فرصت‌های نزدیک در این باره قرار دقیق قبول نماید. غیر از این چندی از نشریه‌ها بر آنند که واریانت بازگشت ویلچر به آرسنال واقعی است و چطور سان تصدیق کرده است جک ویلچر میتواند که این کار را در فرصت‌های نزدیک انجام دهد. البته خرسندی آور است که بازگشت احساساتی جک را دوباره به آرسنال با چشم سر ببینیم و مخلصان آرسنال هم به جز چشیدن‌های شادی ناکامی‌ها در میدان دیگر باره شیرینی‌های تاریخ لذت بخش باشگاهی را به یاد بیارند. بگشودن سخن سری ترانسفرهای تابستانی سپری شده باشد، همین را میتوان گفت که کریستیانو رونالدو پیش از گذارش به منچستر یونایتد قرارداد شفاهی با یوونتوس را ویران کرده است، چرا که مندش به باشگاه تورین وعده کرده بود که رونالدو پس از 15 آگوست از دسته نمی رود. نمایندگان بازیگر پرتغالی به رهبریت یوونتوس در خصوص خواهش دسته را ترک نمودن رونالدو مراجعت نمودند، ولی تیم تورینی در نوبت خود گفت که گزارش باید نه دیرتر از سنه 15 آگوست عملی کرده شود تا که آنها نفری عوض کننده رونالدو را پیدا کرده توانند. و اگنت رونالدو ژورژ مندش هم به موافقه رسید. همین طریق سنه 15 آگوست با وجود یگان معلومات نامدن از جانب رونالدو، خودی باشگاه تورینی و ماکسی آلگری اظهار نمودند که رونالدو با یک موسم دیگر در یووه میماند. اما گزارش رونالدو به منچستر یونایتد آخری روزنه‌های ترانسفری انجام شد و باشگاه انگلیسی در این باره سنه 27 آگوست اعلام کرده بود. از این روی یوونتوس نقشه احتیاطی عوض‌کنی رونالدو را در اختیار نداشته بود و استرابانه مایزی که این را خریداری نمود. ممکن که حال زار یوونتوس و بدون پیروزی ماندنش در 4 بازی نخستی سری آ از همین حساب است که فرصت خریداری کنی عوض کننده واقعی رونالدو را پیدا کرده نتوانست. اگنت رونالدو ژورژ مندش باشد، همچنین رونالدو را بهر گزارش به اتلتیکو مادرید هم پیشنهاد نموده بود، ولی از جانب اشتراکچی دو کرته فینال لیگ قهرمان‌ها هیچ جواب نآمد و سپس رونالدو بازگشت به اولترافورد نموده الکی در 3 بازی نخست 4 گل هم زده است. این بود پایان برنامه نوبتی ترانسفر در عمل. صحتمند و پیروز باشید.